به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی. جلسه 21 از شیمی عمومی 1 رو در خدمتون هستیم. در ادامه مبحث فصل 7 که در مورد پیوندهای یونی می‌خواستیم صحبت کنیم، دو مورد در مورد شعاع اتمی و انرژی یونش رو بحث کردیم. این جلسه می‌خوایم در مورد انرژی الکترون خواهی صحبت کنیم و بعد اینکه این انرژی یونش و الکترون خواهی رو انشالله به کار ببریم برای حل مسائلی که در این مورد بهمون میدن. خب انرژی الکترون خواهی این هست که تغییر انرژی مربوط به فرایند افزایش یک الکترون به یک اتم گازی در حالت پایه رو بهش میگن اولین الکترون خواهی. پس ما برعکس انرژی یونش که میومدیم یه دونه الکترون از یک اتم خنثی میگرفتیم و اون تبدیل میکردیم به یک اتمی که به یک یونی که بار مثبت داره، الان میایم یه دونه الکترون مجبور میکنیم به یک اتمی که بگیره. درسته؟ پس یه الکترون وارد میکنیم و اونو تبدیل میکنیم به یه اتم با بار منفی. به این میگن انرژی الکترون خواهی. انرژی که ما به یک اتم مجبوریم بدیم که اون یک الکترون رو بگیره بهش میگن انرژی الکترون خواهی. درسته؟ توجه کنید که الکترون خواهی به فرایندی اشاره دارد که در آن یک یون منفی از یک اتم خنثی در اثر گرفتن الکترون به وجود می آید. از سوی دیگر انرژی یونش مربوط به فرایندی است که در آن یک یون مثبت از یک اتم خنثی در اثر حذف الکترون تولید می شود. پس دقیقاً عکس هم هستن انرژی یونش و انرژی الکترون. عکس که نمیشه گفت، میشه گفت مثلا مکمل هم دیگه هستن. این فرایند اغلب ولی نه همیشه با آزاد شدن انرژی همراه است. در نتیجه بیشتر ارقام مربوط به اولین الکترون خواهی دارای علامت منفی هستند. خب اگه یادتون باشه ما برای انرژی یونش تو جلسه قبل گفتیم که انرژی یونش برای تمام مولکول ها چون میخوایم یه دونه الکترون ازش بگیریم با علامت مثبت همراه است. خب دیگه انرژی اولین یونش وقتی مثبت باشه خب بعدی‌ها حتما مثبت هستن. اما اینجا داریم میگیم انرژی الکترون خواهی گاهی اوقات منفی هست، یعنی اصلا گرما باید بگیریم تا این کار رو انجام بده، یعنی گرماده هست. یعنی میتونیم اینجوری بگیم انرژی که بهش میدیم تا یه الکترون رو بگیره، تا اون یه الکترون رو گرفت برای ما یه گرمای زیادی یا انرژی زیادی آزاد میکنه که بیشتر از انرژی هست که ما بهش دادیم. بنابراین میتونیم بگیم مثلا دلتا اچش میشه چی؟ منفی. درسته؟ اما بعضیش هم که نه، دوباره ما باید بهش انرژی بدیم که این کار رو انجام بده. حالا فکر کنم متوجه بشین منظورم چیه. شما نافلز ها رو به عنوان مثلا اف منفی رو اگه بخواید بهش الکترون بدید، اول یه انرژی حالا لازم داره که اون الکترون رو بهش بدید، اما چون پایدار میشه و اف منفی رو ایجاد میکنه و خودش خیلی نیاز داشت به این الکترون، بعد یه گرما یا یک انرژی برای شما آزاد میکنه که در مقابل اون انرژی که شما بهش دادید خب این خیلی بیشتره. بنابراین میتونیم بگیم دلتا اچ الکترون خواهی یا انرژی الکترون خواهی به عنوان مثال برای فلور مثلا منفی است یا برای کلور منفی هست. درسته؟ چون انرژی که در مقابلش آزاد میکنن خیلی بیشتر از انرژی که ما بهش میدیم. درسته؟ پس کلا الکترون خواهی گاهی اوقات دلتا اچش منفی هست، گاهی اوقات هم دلتا اچش مثبت هست. نزدیک شدن الکترون به یک اتم خنثی با جذب آن الکترون به وسیله هسته و دفع آن به وسیله الکترون های آن اتم همراه است. پس اگه من بخوام یه دونه الکترون اضافه کنم، هسته اونو میخواد قبول کنه. درسته؟ یعنی جذبش میکنه، اما الکترون های اطرافش اونو دفع میکنه. اگر جاذبه بیشتر از دافعه باشد، تشکیل یون منفی با آزاد شدن انرژی همراه خواهد بود. در صورتی که دافعه بزرگتر از جاذبه باشد، برای تشکیل یون منفی باید انرژی مصرف کنیم. درسته؟ خب این کامل مشخص هست و نیازی به توضیح نداره. به موارد استثنا در این تعمیم نیز باید اشاره شود. برای مثال در تناوب دوم مقدار الکترون خواهی بریلیوم لایه فریش دو اسش پر شده دیگه، نیتروژن که همون لایه فری نیمه پر داره و نئون که تمام لایه هاش پر هستن خارج از خط هستن. این عناصر دارای آرایش الکترون نسبتا پایدارن و با آسانی الکترون نمیپذیرن. مثل انرژی یونش بود که اینا مقابله میکردن، مثلا می‌خواستیم الکترون ازش بگیریم مقابله می‌کنه، الان که می‌خوایم بهش الکترون بدیم دوباره مقابله می‌کنه. درسته؟ پس اینایی که لایه‌های فرشون پر یا نیمه پر هستن بیشتر مقابله می‌کنن در مقابل یونش و الکترون خواهی. فرقی نمی‌کنه چون خودشون حالت تقریبا پایداری دارن. دوست ندارن ما یه الکترون ازشون بگیریم که یونش بشه یا یه دونه الکترون بهشون بدیم الکترون خواهی بشه. پس همون مواردی که ما توی یونش به عنوان استثنا بیان کردیم همین موردم برای الکترون خواهی میتونیم بیان کنیم. درسته؟
پس اینایی که پر یا حدود نیمه پر هستن مقاومت میکنن، چه در مقابل انرژی یونش چه در مقابل انرژی الکترون خواهی. در هر تناوب اتمی که بیشترین میل الکترون گیری یا بزرگترین مقدار منفی رو داشته باشد به گروه 7 یا همون هالوژن ها تعلق دارد. آرایش الکترونی هر یک از این عناصر یک الکترون کمتر از آرایش گاز نجیب دارند. این هم همون توضیحی بود که ما دادیم. میگه معمولا اونایی که بیشترین دلتا اچ منفی رو دارن داخل الکترون خواهی، یعنی ما انرژی بشیم اون انرژی بیشتری برای ما آزاد میکنن، همین گروه های 17 هست از جدول تناوبی، همون فلور، کلور، بروم، یود، استاتین، اینا هستن که چون خودشون یه دونه الکترون نیاز دارن که به آرایش هسته‌ای برسن، ما زمانی که یه ذره انرژی مصرف میکنیم بهشون الکترون رو میدیم، اونا بسیار زیاد برای ما انرژی آزاد میکنن و دلتا اچ الکترون خواهیشون منفی میشه. خب الگوی مشخصی در تمام گروه ها برای الکترون خواهی وجود نداره. اینجوری نیست که مثل انرژی یونش به شما بگم در تمام گروه از بالا به پایین اتفاق میفته یا از مثلا چپ به راست داخل تناوب اتفاق خاصی میفته. رو تناوب رو یکم توضیح دادیم خدمتتون، شبیه به یونش هست و فقط بعضی از موارد اینا میان و مثلا استثناء میشن چون لایه‌هاشون پر و نیمه پر هست. اما برای گروه نمیتونم روند خاصی رو بگم، بنابراین این قسمت رو چون خیلی استثناء داره براتون کاملا دیگه جدا کردیم و توی کتاب هم عنوان نکرده. پس روند الکترون خواهی در گروه ها رو ما اینجا بحث نمی کنیم. خب حالا دومین الکترون خواهی چیه؟ این یه ساده است، چون ما در مورد انرژی یونش هم دومین انرژی یونش رو گفتیم خدمتتون. این مقادیر به فرآیندهای اشاره دارن که در آنها یک الکترون به یون منفی اضافه میشه. یعنی اوی منفی رو ما داریم مجبورش میکنه یه دونه الکترون دیگه بگیره و به اوی دوبار منفی تبدیل بشه، درسته؟ حالا دلتا اچش هم به همین صورت حالا به عنوان مثال برای اکسیژن میشه 845 کیلوجول. چون یک یون منفی و یک الکترون هم دیگر رو دفع میکنه، این فرآیند به انرژی نیاز دارد، پس انرژی آزاد نمیکنه. تمام مقادیر دومین الکترون خواهی دارای علامت مثبتن. پس الکترون خواهی ها اون اولیه امکان داره مثبت یا منفی داشته باشه، اما دومی حتما مثبت خواهد بود. یعنی ما برای اینکه یه الکترون رو مجبور کنیم الکترون دوم رو بگیره حتما باید بهش انرژی بدیم. در صورتی که شاید برای شما سوال پیش بیاد که اوی دوبار منفی خودش پایداره، یعنی اکسیژن به 2 تا بار منفی خوش نیاز داشته که پایدار بشه، درسته این مطلب، اما ما چون کلا از اول یه دونه الکترون بهش اضافه کرده بودیم، اینو همه مصنوعی انجام میشه دیگه، یه دونه الکترون بهش اضافه کرده بودیم، حالا اضافه کردن الکترون دوم خیلی سخت تره و اون الکترونی که از قبل اضافه کردیم دافعه ایجاد میکنه. بنابراین تمامی انرژی های الکترون خواهی از دومین به بعد دیگه همشون علامتشون مثبت هست و به انرژی نیاز دارن. در محاسبات مربوط به تولید یک یون دارای چند بار منفی باید تمام الکترون خواهی‌های مربوطه را در نظر گرفت. اثر کلی مربوط به این یون ها همیشه گرماگیر است. مثلا در تشکیل یون اوی دوبار منفی از اتم او، انرژی آزاد شده در اولین الکترون خواهی کمتر از انرژی مورد نیاز در دومین الکترون خواهیه. خب مثلا دیگه اگه شما بخواید انرژی الکترون خواهی رو برای عنصری مثلا عنصری مثل اکسیژن بررسی کنید، اول یه دونه الکترون به اتم خنثاش میدید، میشه اوی منفی، در حالت گازی باید باشن. خب مثلا اولیش به شما گرما داد، یعنی گرمازا بود، گرماده بود، منفی 141 کیلوژول. اما اگه بخواید دومی رو انجام بدید، اگه یادتون باشه ما گفتیم دومی چیه؟ حتما علامت دلتا اچ شما مثبت هست، یعنی الکترون رو به اوی منفی اضافه کنید که بشه اوی دوبار منفی، که به عنوان مثال دلتا اچش برای این واکنش 845 هست با بار مثبت. پس حالا اگه بخواید این دوتا رو جمع کنید، چون شما اگه بخواید از اوی دوبار منفی رو از یه اتم خنثی به دست بیارید، اول باید این واکنش رو انجام بدید بعد این واکنش، درسته؟ پس در حالت کلی باید دو تا واکنش رو با هم دیگه جمع کنید. وقتی دو تا واکنش رو با هم جمع کردید، دو تا دلتا اچش هم باید با هم جمع کنید طبق همون قانون حسی که قبلا توضیح دادیم خدمتتون. پس دلتا اچش کلا میشه که یک عدد مثبت. در نتیجه فرایند کلی گرماگیره. میگه پس حواستون باشه اگه شما بیشتر از یه دونه الکترون خواهی نیاز داشتید، مثلا برای اکسیژن 2 تا نیاز داشتید، مطمئن باشید که دلتا اچ کل شما توی الکترون خواهی مثبت میشه. اما برای هالوژن ها چون فقط یه دونه نیاز دارن، همون یه دونه هم اولیش هست با آزاد شدن گرما همراه است. اما اگه بخواد بیشتر از یه دونه باشه، البته نه برای هالوژن ها که اصلا
بیشتر خیلی براشون سخته که بگیرن. برای سایر عناصر اگه مجبور باشیم بیشتر از یه دونه الکترون خواهی انجام بدیم، اون دیگه فرآیند کلیمون حتما مثبت خواهد بود. خب بریم یه مثال بزنیم. از افزودن یک الکترون به اتم سلنیوم 195 کیلوژول بر مول انرژی لازم می شود. افزایش 2 الکترون به اتم سلنیوم مستلزم 225 کیلوژول بر مول انرژی است. اولین و دومین مقدار الکترون خواهی سلنیوم چقدر؟ درسته؟ میگه اگه من یه دونه اضافه کنم میشه 195 تا آزاد میکنه. پس من الکترون به اضافه سلنیوم میشه سلنیوم منفی، میشه منفی 195، چون خودش گفته انرژی آزاد میکنه. میگه اگه 2 تا بخوام اضافه کنم کلا، یعنی از اول تا آخر 2 تا بخوام اضافه کنم 225 تا انرژی لازمه. یعنی این کلیه منظورشه. یعنی اگه من 2 الکترون بخوام به سلنیوم اضافه کنم که سلنیوم بشه دوبار منفی، دلتا اچ من میشه 225. حالا میگه اولین دومین مقدار الکترون خواهی سلنیوم چقدره؟ اولیشه که همینه که منفی 195 که ما الان خودش مسئله گفته بود. اما دومی رو ما باید به دست بیاریم دیگه. دومی رو نداده بهمون، بلکه کلی رو بهمون داده. پس ما میتونیم بگیم این دوتا رو که با هم جمع بکنیم 195 به اضافه ایکسی که بهمون نداده در کل میشه 225. پس ایکس شما راحت به دست میاد که مثبت 420 کیلوژول بر مول بوده. خیلی ساده‌ان، اما خب بعد یادشون بگیرید اینا رو که برای حالا مسائل بعدی بتونید راحت‌تر استفاده کنید. خب بریم سراغ پیوند یونی. اینا رو توضیح دادیم. پیوند یونی رو هم توضیح بدیم که چطور به وجود میاد. در بلور سدیم کلورید هیچ کدام از یون ها منحصراً به یون دیگری تعلق ندارد، بلکه هر یون سدیم به وسیله 6 یون کلور و هر یون کلور به وسیله 6 یون سدیم احاطه شده است که میگن عدد کوردیناسیون. درسته؟ پس ما هیچ NaCl جدایی به صورت مولکول نداریم، بلکه انواع تعداد زیادی Na با تعداد زیادی Cl در کنار هم یک شبکه رو به وجود آوردن. درسته؟ که برای NaCl به این صورت هست که یه سدیم وسط یه 6 تا مثلا کلور اطرافش هست، یا هر اطراف هر کلوری هم 6 تا است. این دقیقاً این فکر رو نکنید که الان مثلا شما اگه برید بلور سدیم کلورید رو نگاه کنید، دقیقاً یه سدیم می‌بینید اطرافش 6 تا به صورت دایره به عنوان مثال کلور قرار گرفته. اینجوری نیست. توی شبکه به این حالته ممکنه مثلا شما 2 تاشو فقط ببینید، مثلا بقیه‌اش از پشت اومده باشن، به نزدیک شده باشن به سدیم. پس اگه این بلورها رو به طور کامل مورد بررسی قرار بدیم متوجه میشیم که به عنوان مثال به این حالت هست که هر سدیم با 6 تا کلور و هر کلوری با 6 تا سدیم احاطه شده. آرش یونها در بلور آنچنان است که جاذبه بین یونهای دارای بار مخالف بر دافع بین یونهای دارای بار مشابه غلبه می‌کند. جاذبه نهایی عامل ثبات شبکه بلوری است و پیوند یونی نام دارد و در کل باعث میشه جاذبه اینا کنار هم داشته باشن که بهش میگن پیوند یونی. اغلب یونهای هم الکترون با گازهای نجیب در لایه خارجی خود 8 الکترون دارند، آرایش استوپیسیس، اما معدودی از آنها آرایش استو یا همون هلیوم رو هم دارن، مثل Li مثبت، بریلیوم دوباره مثبت، H منفی که با آرایش S2 مشهور هستند. کاتیون هایی مثلا مثل Na مثبت، Mg دوباره مثبت و Al سه بار مثبت با نئون یا گاز نجیب تناوب قبلی خودشون هم الکترونن و آنیون هایی مثل Cl منفی، S دوبار منفی، P سه بار مثبت با آرگون یا گاز نجیب همون تناوب هم الکترون می باشد. و توضیح در این مورد نمیدن، تقریبا همه رو بلدید دیگه. کاتیون ها وقتی به وجود میان آرایششون میرسه با آرایش گاز نجیب قبل از خودشون و اما آنیون ها وقتی به وجود میان میرسن با آرایش گاز نجیب هم دوره خودشون. خب انرژی شبکه بریم ببینیم چیه. ما گفتیم پیوندهای یونی، این یون ها مثبت و منفی یا کاتیون و آنیون در کنار هم قرار میگیرن به یه شکل خاصی و شبکه‌ای رو به وجود میارن. همین به وجود اومدن شبکه خیلی انرژی برای ما آزاد میکنه و کلا دلیل پایداری پیوندهای یونی همین انرژی شبکه است. پس ما کاتیون داریم، آنیون هم داریم. درسته؟ می‌دیدیم مثلا برای کاتیون و آنیون کردن خب خیلی ما کار لازم داریم. برای کاتیون کردن ما باید انرژی یونیش به کار ببریم، برای آنیون کردن باید انرژی الکترون خواهی به کار ببریم که معمولا هم میگفتیم دلتا اچش مثبته. خب چطور پس اینا کنار هم قرار میگیرن، پیوند یونی قوی به وجود میارن؟ همش به دلیل اثر انرژی شبکه است. یعنی زمانی که الان این مثبتی که به وجود اومده و این منفی که به وجود اومده کنار هم قرار میدیم و یه شبکه‌ای رو بهمون به وجود میاره، اینقدر این شبکه پایداره که انرژی خیلی زیادی برای ما آزاد میکنه. درسته؟ حالا بریم در مورد انرژی شبکه بهتر بخونیم.
تغییر آنتالپی مربوط به تراکم یون‌های گازی مثبت و منفی به صورت بلور را بهش میگن انرژی شبکه. یعنی NA مثبت گازی که الان به وجود اومد و Cl منفی گازی که به وجود اومد، اگه کنار هم قرارشون بدیم تعداد زیادی از اونها NaCl جامد رو ایجاد میکنه و انرژی خیلی خیلی زیادی برای ما ایجاد میکنن. خب اگه دقت کنید شما Cl منفی NA مثبتتون گفتم به شکل گازیه، درسته؟ بعد الان همینجا هم نوشتیم دیگه، اما NaCl که به وجود میاد اینقدر پیوند بین Na مثبت و Cl منفی زیاده که اینا به صورت جامد در میاد، این حالت فیزیکیش هم عوض میکنه. پس ببینید چقدر این پایدار میشه و برای ما انرژی آزاد میکنه. برای این مورد دلتا اچ من میشه منفی 788 کیلوژول. خب انرژی شبکه به طور کلی بزرگی انرژی شبکه به دو عامل وابسته است. خب من از کجا بدونم کدوم یون‌ها کنار هم قرار بگیرن انرژی شبکه بیشتری آزاد میشه؟ خب ما میگیم انرژی شبکه است به چی وابسته است؟ یک، بار یون‌ها و دو، اندازه یون‌ها. تشکیل بلورهای حاوی یون‌هایی با بار بزرگتر از مثبت 1 و منفی 1 انرژی بیشتری آزاد می‌کند تا تشکیل بلور حاوی یون‌های مثبت 1 و منفی 1. یون‌های دارای بار بیشتر با نیروی بیشتری یون‌های مخالف را جذب می‌کنند. پس میتونم بگم با بار یون رابطه مستقیم داره انرژی شبکه. هرچه بار یون شما بیشتر باشه انرژی شبکه بیشتری هم آزاد میشه، یعنی دلتا اچتون منفی تر میشه. به عنوان مثال اگه به شما دو تا حالا مثال دادن NGS و NA2S، به شما گفتن این دو تا رو با هم مقایسه کنید. اگه من بخوام NGS بسازم یا NA2S بسازم، به من بگید انرژی شبکه کدوم بیشتره، کدوم انرژی بیشتری آزاد میکنه. خب برای مقایسه شما میگید این S و این S که یکیه، من کاری با آنیونام ندارم چون آنیونام دقیقاً شبیه به همه، میذارم کنار. Mg دو بار مثبت دارن و Na مثبت. پس کاتیون ها رو بیاید نگاه کنید که با هم متفاوته، ببینید چند بار مثبتن. Mg دو بار مثبته، Na یه بار مثبته. پس ما گفتیم بار یون با انرژی شبکه رابطه مستقیم داره. پس Mg که بارش بیشتر از سدیم هست انرژی شبکه بیشتری آزاد میکنه. پس انرژی شبکه آزاد شده از NGS خیلی بیشتر از Na2S هست. خب مورد بعدی میشه اندازه یون ها. هر که دو بار مخالف با یکدیگر به یکدیگر نزدیک میشوند نیروی جاذبه قوی تری به وجود فکر کنم جمله رو اینجا یکم بد نوشتم. میخوام بگم که اندازه یون با انرژی شبکه رابطه عکس داره. حالا اگه یکم بد نوشتم شما خودتون لطفا تصحیحش کنید. این دقیقاً عکس بار یون است، باش رابطه حالا عکس داره، یعنی هر چه اندازه یون شما بزرگتر باشه انرژی شبکه کمتری آزاد میشه و اما هر چه یونتون کوچولوتر باشه، کوچیک‌تر باشه، انرژی شبکه بیشتری رو برای شما آزاد میکنه. حالا به عنوان مثال اگه به شما LIF و CSF رو داده باشن و به شما بگن کدوم یک از اینا انرژی شبکه حالا بیشتری رو آزاد میکنه، شما باز نگاه میکنید به عنوان مثال آنیون هاتون شبیه به هم. خب پس آنیون ها رو میذارید کنار، کاتیون ها رو میایید مقایسه میکنید. خب این LI مثبت، اینم CS مثبته، پس بارهاشون هم دقیقاً یکسانه، دوتاشون یه بار مثبتن. پس ما نمیتونم به وسیله بارها بیام تشخیص بدم که انرژی شبکه کدوم بیشتره. پس باید بیام سراغ اندازه ایون ها. لیتیوم و سزیوم کدوم بزرگتره؟ خب شما میدید که دو تا سر گروه اول هستن، لیتیوم بالای گروه هست و سزیوم پایین گروه هست، درسته؟ پس سزیوم شعاعش خیلی بیشتر از لیتیوم هست. پس لیتیوم چون شعاع کوچیکتری داره انرژی یونش بیشتری آزاد میکنه، درسته؟ پس بار یون با انرژی شبکه رابطه مستقیم و اندازه یون با انرژی شبکه رابطه عکس داره. خب تحلیل برنهابه بر قانون حس استوار است که میگوید تغییر آنتالپی هر واکنش شیمیایی صرف نظر از اینکه واکنش در یک مرحله صورت بگیرد یا در چند مرحله مقدار ثابتی است. تغییر آنتالپی مربوط به هر یک مول NaCl در یک مرحله از NaS و Cl2 گاز از آنتالپی تشکیل این ترکیب بهش میگن آنتالپی تشکیلش رو بهش میگن. یعنی من اگه NaS در حالت جامد رو با Cl2 گازی ترکیب کنم و بشه NaCl حالا جامد، دلتا HF یا آنتالپی تشکیلش میشه منفی 411 کیلوژول. خب من اینو به شما میدم حالا توی مسئله، بعد از شما میخوام بیاین مراحلش رو دونه دونه تفکیک کنید و طبق اون مراحل وقتی تفکیک کردید بعد دلتا اچ ها رو برای من جمع کنید.
ببینید به این عدد میرسم یا نمیرسم. درسته؟ پس یه بار دیگه توضیح میدم. ما انرژی یونش و انرژی الکترون خواهی رو خوندیم. درسته؟ انرژی شبکه رو هم خوندیم. خب شما وقتی میخواید یه پیوند یونی ایجاد بشه باید از موادی که دارید بسازید دیگه. شما وقتی NaCl رو میخواید ایجاد کنید، Na به صورت جامده، درسته، یه فلز دیگه. Cl2 هم که به صورت گازیه. شما باید تمام مراحلی که باعث میشه اینا به NaCl جامد منجر بشن و یکی یکی تفکیک کنید. درسته؟ بعد دلتا اچ هم تفکیک بنویسید و بعد ببینید به این دلتا اچ میرسید یا نمیرسید. درسته؟ خب ما یکی یکی برای بار اول براتون توضیح میدیم که خوب یاد بگیره. چند تا مثال و تمرین هم انشالله حل میکنیم که دیگه انشالله سالهای آخر این فصل رو بتونید راحت حل کنید. خب اولین کاری که میکنیم من پیشنهاد میکنم که شما بیاید مثلا کاتیون رو کامل کنید، آنیون رو هم کامل کنید و بعد انرژی شبکه رو اضافه کنید. حالا اگه کتاب رو نگاه کنید گاهی خود این دوتا رو با هم دیگه مخلوط کرده، اما من احساس میکنم اگه شما به ترتیب انجام بدید خب بهتر متوجه میشید میخواید چیکار کنید. خب نگاه کنید، ما NaS داریم در صورتی که ما Na گازی باید داشته باشیم. درسته؟ که بتونه یونش رو انجام بده. خب ما اولین کاری که میکنیم NaS رو تبدیل میکنیم به Na گازی. این میشه تسعید دیگه، جامد به گاز میشه تسعید. خب دلتا اچ تسعید این مورد 108 کیلوژول هست. خب ببین دلتا اچ رو لازم شما حفظ کنید، ما توی مسئله بهتون میدیم. خب پس شما فقط باید بدونید چی رو به چی تبدیل کنید، چه موقع این دلتا اچ رو نصف کنید، چه موقع ضرب در 2 بکنید. همش هم با استفاده از این واکنش متوجه میشید. حالا بذارید ما پیش بریم، فکر کنم با حل اینا بهتر متوجه بشید. خب پس اولین کاری که من باید بکنم NaS رو باید تبدیل کنم به Na گازی. درسته؟ که این میشه دلتا اچ تسعید که یه مقداری داره. درسته؟ خب مورد بعدی اینه که من Na که لازم ندارم، Na مثبت میخوام که شرکت کنه. پس میام انرژی یونش انجام میدم. Na گازی چرا تبدیل میکنم به Na مثبت گازی به اضافه یه دونه الکترون. خب دلتا اچ آیون انرژی یا اولین انرژی یونش این هم این مقدار هست. درسته؟ جلوش نوشتم. پس من الان کاتیونم اوکی شد دیگه. کاتیون من Na مثبت گازی بود که برای من ایجاد شد. خب حالا برم سراغ آنیونم. آنیونم باید Cl منفی گازی به دست بیاد در صورتی که من 1/2 Cl2 دارم. خب برم ببینم چطور میتونم Cl رو به این حالت در بیارم. خب پس مورد سوم باید بیام سراغ آنیون دیگه. اینجا خب 1/2 Cl2 میدهد Cl. نگاه کن شما یه دونه Cl نیاز دارید. اینجا رو دقت کنید، حتما محصولتون رو نگاه کنید. من مجبورم Cl2 گازی استفاده کنم چون Cl تک که ندارم، اتم Cl که ندارم، خودم باید بسازم. پس نگاه کنید شما یه دونه Cl نیاز دارید. اگه هر دو تا Cl رو نیاز داشتید می‌نوشتید Cl2 میدهد 2 تا Cl تفکیک میشد. اما شما چون یه دونه نیاز دارید مجبورید به این صورت بنویسید که 1/2 Cl2 میدهد Cl چون یه دونه Cl نیاز دارید. درسته؟ پس دلتا اچ تفکیکش هم باید 1/2 در نظر بگیرید. حالا من اصلیش رو بگم براتون. نگاه کنید اگه من این 1/2 رو کنار بذارید Cl2 میدهد 2 تا Cl میشه دلتا اچ تفکیک که اومدیم یه دونه مولکول 2 اتمی رو به تک اتمی تبدیل کردیم. پس Cl2 میدهد 2 تا Cl میشه دلتا اچ تفکیک. درسته؟ خب اما من یه دونه نیاز دارم، چون من یه دونه کلور نیاز دارم باید بگم 1/2 Cl2 میدهد یه دونه Cl. پس دلتا اچ تفکیکی که من داده رو باید در 1/2 ضرب کنم که اینو قبلا به شما گفتیم اگه واکنشتون در یه عدد ضرب بشه حتما دلتا اچتون هم توی همون عدد ضرب میشه. درسته؟ گاهی اوقات مثلا NgCl2 به شما میگه 2 تا Cl رو نیاز داری. وقتی 2 تا Cl رو نیاز داشته باشید خب میگید تبدیل میشه به 2 تا Cl و دلتا اچ تفکیک رو کامل میذاشتید. درسته؟ اما چون توی محصول من یه دونه نیاز دارم پس 1/2 دلتا اچ رو نیاز دارم. خب اینا رو موردا رو خیلی دقت کنید برای زمانی که من 2 برابر میکنم یا 1/2 میذارم، چون اصل کار شما همینه. اگه این کار رو انجام ندید خب جواب اون دلتا اچ که به دست میارید اشتباه میشه. خب حالا من Cl گازی یه دونه که نیاز داشتم و آماده کردم. حالا بهش الکترون بدم، یعنی همون انرژی الکترون خواهی، ببینم این دلتا اچ چنده. خب یه دونه الکترون هم بهش میدم میشه Cl منفی گازی که دلتا اچ الکترون خواهیش هم به عنوان مثال این مقدار هست. درسته؟ خب برای من اینم آماده شد. پس کاتیونم آماده شد، آنیونم هم آماده شد. حالا میخوام برم سراغ
انرژی شبکه، درسته؟ خب اینجا نوشتم این مرحله اولین مرحله است که طیان انرژی آزاد می شود. فقط اینجا منفی داشتم، تا حالا همش مثبت بود. اما انرژی آزاد شده در این مرحله برای تامین انرژی جذب شده خب در مراحل قبلی کافی نیست. خب یه توضیح در مورد این مرحله داده. خب مرحله آخر، یون‌های گازی به صورت 1 مول سدیم کلرید بلوری متراکم می‌شوند. تغییر آنتازی مربوط به این فرآیند یا انرژی شبکه برابر منفی 788 کیلوجول بر مول که بیانگر انرژی آزاد شده است. پس مرحله آخر حالا میشه انرژی شبکه، یعنی NI مثبت گازی دارم، Cl منفی گازی هم دارم، دو تا یونن و میخوام با هم دیگه ترکیبشون کنم و یه ترکیب NaCl جامد به وجود بیاد. اگه یادتون باشه به این میگفتیم انرژی شبکه، موقعی که کاتیون و آنیون با هم دیگه نمک رو ایجاد میکردن. خب دلتا اچ لاتیک انرژی LAC میگن. دلتا اچ لاتیک انرژی شما منفی 788 کیلوژوله. پس این همه انرژی برای انرژی شبکه آزاد میشه. بیشتر انرژی آزاد شده به وسیله واکنش کلی به این مرحله مربوط است. کل فرایند به وسیله این مرحله از نظر انرژی مناسب می شود. خب حالا پس مرحله کلی گفتیم باید بشه منفی 411. اینو من دوباره با قرمز نوشتم ببینم درسته یا نه. وارسی چرخه دلتا اچ صفر اف من که این باید به دست بیاد، باید تمام این دلتا اچ هایی که از مرحله 1 تا مرحله 5 نوشتم و با هم دیگه جمع کنم. درسته؟ دلتا اچ تسعید، دلتا اچ تفکیک که 1/2 نیاز داشتم از اون، دلتا اچ یون انرژی یا یون انرژی یونش، دلتا اچ الکترون خواهی و دلتا اچ لاتیک انرژی، همه اینا رو با هم دیگه جمع میکنم و دقیقاً عدداتشو گذاشتم و دقیقاً رسیدم به منفی 411 کیلوژول. درسته؟ پس شما یک پیوند یونی رو از ابتدا تا انتها باید بتونید پیش ببرید و یکی یکی اون مراحل رو براش بنویسید تا انشالله بتونید به جواب نهایی که دلتا اچ اف هست برسید. حالا مثلا مثالی که ما میتونیم اینجا بدیم اونا رو فقط یادتون دادم که چطور باید تفکیک ها رو انجام بدیم. مثلا مثالش اینجوریه: انرژی شبکه MgCl2 رو محاسبه کنید. خب اینجا چی خواسته؟ انرژی شبکه، اون مرحله آخره هست، اونو خواسته. خب حتما انرژی کلی رو بهتون میده که شما ازتون انرژی شبکه رو خواسته. باز فرقی با حال شما نمیکنه. شما باید تمام مراحل رو بنویسید و حالا هر کدوم که جا خالی گذاشت شما باید به دست بیارید. پس این مثال گفته انرژی شبکه MgCl2 رو محاسبه کنید. حالا یکی یکی انرژی هایی که نیاز دارید رو بهتون داده. آنتالپی تسعید، اولین انرژی یونش، دومین انرژی یونش برای منیزیم به ترتیب فلانه. درسته؟ پس مقداراشو بهتون داده. انرژی تفکیک و اولین الکترون خواهی کلور نیز به ترتیب این مقدارها هستن. آنتالپی تشکیل که اون آخری هم هست و خودش بهتون داده چی؟ برای ساختن MgCl2 خودش داده منفی 642 کیلوژول بر مول. یعنی جواب تمام اینا با هم جمع کنه جواب آخرش رو بهتون داده. چرا جواب آخر رو داده؟ چون انرژی شبکه رو ازتون میخواد، یکی از اون اجزا مثلا مرحله 5 رو ازتون میخواد. درسته؟ پس ما میدیم این رو حل کنیم براتون که بیشتر آشنا بشید. خب ترکیبی که من میخوام MgCl2. ببینید اینجا نوشتم چی میخوام که یکی یکی بهش نگاه کنم و این مراحل رو بنویسم. اگه این جلو روتون نباشه خیلی سخته که الان بگید من 1 مول میخوام، 2 مول میخوام چیکار کنم. بعد دلتا اچش براتون سخت میشه. پس حتما واکنش کلی که منجر میشه MgCl2 به وجود بیاد جلو روتون باشه. درسته؟ خب خودش هم بهتون داده که دلتا اچ افش میشه منفی 342 کیلوژول. خب ما یکی یکی میخوایم بررسی کنیم. پس Mg من باید بشه Mg دوباره مثبت. درسته؟ MgCl2 یعنی Mg دوباره مثبت بوده Cl منفی. خب اولین کاری که میکنم تسعیده. پس Mg رو تبدیل میکنم به Mg گازی تسعید، خودش هم مقدارشو داده جلوش می‌نویسم. حالا Mg گازی رو میکنم Mg یه بار مثبت، انرژی اولیه یونشو داده. من انرژی دوم یونش هم لازم دارم چون من Mg دوباره مثبت میخوام. پس Mg یه بار مثبت میکنم Mg دوباره مثبت، انرژی دوم یونش هم خودش داده. حالا Cl2 اینجا نگاه کنید، من 2 تا Clش رو نیاز دارم. چون 2 تا Clش رو نیاز دارم پس من انرژی تفکیک رو کامل می‌نویسم. چون Cl2 میدهد 2 تا Cl میشه انرژی تفکیکش. درسته؟ پس من کامل انرژی تفکیکش رو میخوام. در صورتی که توی قبلی یه دونه Cl میخواستم پس این انرژی تفکیک رو در 1/2 ضرب میکردم. الان چون 2 تا Clش رو لازم دارم من 2 تاشو نوشتم. خب حالا برای مورد بعدی، حالا اینجا 2 تا کلور باید انرژی الکترون خواهی رو براش بنویسم
چون من 2 تا کلور دارم دیگه، باید یه دونه کلور انرژی الکترون خواهی براش بنویسم، دوباره این کلور هم باید بکنم منفی و انرژی الکترون خواهی رو بنویسم. خب هر دو رو با هم نوشتم دیگه، نوشتم 2 تا Cl 2 تا الکترون میگیره، میشه 2 تا Cl منفی. پس اینجا انرژی الکترون خواهیمون رو باید ضرب در 2 بکنیم، درسته؟ پس شما مراحل رو لطف کنید یکی یکی پیش برید که ببینید کدومو ضرب در 2 بکنید، کدومو تقسیم بکنید. خب درسته که پس اینجا انرژی تفکیک کامل نوشتیم چون 2 تا نیاز داشتیم. پس الان چون 2 تا داریم، پس 2 تا باید انرژی الکترون خواهی هم داشته باشیم، یکی برای این کلور، یکی برای کلور بعدی. پس من 2 تاشو رو هم نوشتم و انرژی الکترون خواهیشو ضرب در 2 کردم، درسته؟ عددم به دست اومد. خب تموم شد. این من 2 تا Cl منفی در اومد، Mg دوباره مثبت هم در اومد، درسته؟ حالا انرژی شبکه یعنی Mg دوباره مثبت به اضافه 2 تا Cl منفی میشه Mg Cl2. خب اینو بهمون نداده، دلتای لتیک انرژی رو بهمون نداده، درسته؟ خب چی؟ حالا ما باید همه اینا رو با هم دیگه جمع کنیم بشه این مقدار. حالا من جمع اینا رو دقیقاً نوشتم، میشه مثبت 1883 کیلوجول به اضافه اینا دیگه با هم جمع کنم که نخوام طولانی بشه. دلتا اچ لتیک انرژی هم با این جمع بشه باید برابر این مقدار کلیه بشه و خیلی راحت دلتا اچ لتیک انرژی که از ما خواسته میتونیم به این روش به دستش بیاریم. پس من حالا خواهشی که ازتون دارم برای نوشتن اینا فقط دقت داشته باشید. فقط این واکنش کلیه رو جلو روتون بذارید، ببینید چی دقیقاً ازتون میخواد، طبق همون تفکیک ها رو انجام بدید و یکی یکی براشون عددها رو بنویسید. اگه جای نیاز بود تقسیم کنید دلتا اچ رو، اگه جای نیاز بود ضرب در یه عدد بکنید و جواب نهایی که ازتون میخواد رو به دست بیارید. خب یه تمرین دادم، اگه بتونید این تمرین رو حل بکنید خب خیلی به نفعتون هست. من البته جلسه بعد اینو حل میکنم، اما خب شما خودتون اگه قبل از اینکه حالا حل من رو گوش کنید خودتون حل کنید، خب متوجه میشید حالا اشکال کارتون چی هست، حالا اون موقع میتونید تصحیحش کنید. تمرین هست که با استفاده از داده‌های زیر آنتالپی تشکیل بلور RB2O را محاسبه کنید. آنتالپی تسعید RB رو داده، انرژی اولین یونشش هم داده، آنتالپی تفکیک O2 رو هم داده، اولین مقدار الکترون خواهی هم داده، دومین الکترون خواهی رو هم داده، انرژی شبکه رو هم بهتون داده، درسته؟ پس چی ازتون میخواد؟ همون کلیه رو میخواد، درسته؟ آنتالپی تشکیل یعنی همون کلیه رو میخواد. پس همه اینا رو مینویسید با هم جمع میکنید که آنتالپی کلیش به دست بیاد. خب برای این جلسه هم کافی هست. انشاءالله جلسه بعدی این فصل انشاءالله به پایان میرسه و این مسئله هم انشاءالله براتون حل میکنم. موفق و مؤید باشید تا جلسه آینده. خدا نگهدار.